تایتانیک که غرق شد 1500 نفر در دریا افتادن. 20 قایق و نزدیکی شناور بودن. داری تایتانیک میبینی؟ نه تو داری تایتانیک میبینی. 6 نفر از 1000. آخه تو داری گریه میکنی؟ گریه؟ یه چی؟ یه دوست دریایی هیچ وقت گریه نمیکنه. ای وای، من واقعا فکر نمی کردم تو اهل گریه کردن باشی. نه بابا، گریه چیه؟ آلرژیه. آلرژی به چی؟ آلرژی به موی گربه. موی گربه؟ مرد حسابی تو خودت گربه ای، بعد به موی خودت حساسیت داری؟ مگه میشه؟ دیگه ببین چی میکشم، خیلی سخته. خیلی خوب افتو، ببین ما هممون احساساتی میشیم و این خیلی قشنگه. من هر بار فیلم تایتانیکو دیدم آخرش قشنگ اشکم در اومده. آخه تو فرق میکنی. چرا؟ چون تو لوسی، یه لوس سوسول. خیلی خوب. یه لوس سوسول زرزرو. یه لوس سوسول زرزروی نونور. یه لوس سوسول نونور. باشه بابا، من لوسم. ولی من خشنم. یه خشن پر جذبه. یه خشن پر جذبه وحشی. یه خشن پر جذبه وحشی. خیلی خوب باشه، تو وحشی و خشن و بی احساس، تو خیلی خفنی، تو اصلا ناراحت نمیشی. فهمیدم. ناراحت که شدم. میبینی اصلا سخت نیست گفتنش، خیلی راحته. همه ما هر کسی میتونه که ناراحت بشه. من خودم کشتی دارم، میدونم از دست دادن کشتی چقدر سخته. تو برای کشتی ناراحت شدی؟ بله. تو برای غرق شدن کشتی تایتانیک ناراحت شدی؟ بله. مرد حسابی، بیش از 1500 نفر آدم این تو غرق شدن، اون وقت تو برای کشتی ناراحت شدی؟ بله. من واقعا با تو حرفی ندارم. البته سوای شوخی واسه جکم ناراحت شدم. آها همینه، آفرین. تش واقعا غم انگیزه، یعنی آدم قشنگ از چش در میاد. من آدمم؟ من اگه آدم بودم میدادم سگ منو بخوره. خیلی خب، منظورم هر موجودیه که احساس داره. نه اشتباه نکن، سگا ناراحت نمیشن. حالا هی چرا پای سگا رو میکشی وسط؟ بعدم میاد از سگای پدر سگ ماد سگ، سگای تخم سگ طول سگ دوی سگ. خیلی خوب، آروم باش. از روزم بدم میاد. روز دیگه کیه؟ همین دختره ی لوس نونور. روز تایتانیک؟ بله. نخند. خیلی خوب، از روز چرا بدت میاد؟ نخند. وقتی ناخدا ناراحته هیچ ملوانی حق نداره بخنده. خیلی خوب، آروم باش. افتو، آروم باش بابا، آروم باش. عصبانی نشو افتو جان. عصبانی نشم؟ نه نشو. دختره خاک بر سر زده جکو کشته، عصبانی نشم؟ آقای عزیز، تفلی روز که اونو نکش، خودش یخ زد مرد. تفلی؟ طرف روز رو میگیری؟ اون همه جا داشت رو اون تخته، میمرد دست جکم میگرفت میکشید بالا، میمرد خودش بره پایین جک بره بالا بکشدش بالا، میمرد با همون تخته 2 تا پا میزد یه تخته دیگه هم واسه جک پیدا میکرد، میمرد خودش هم میرفت پایین با هم میمردن لااقل. عزیزم تمام تلاششو کرد، خب نتونست این دختر. بی خود نتونست. چطور وقتی پایی تو ماشین رفتم بود تونه؟ بس آقا ول کن دیگه تو هم. فکر میکنی اگه سعیده رو تخته بود من تو آب میذاش شخ بزنم؟
اصلا یه موی سعید شرف داره به 100 تا روز. اصلا این چه قیاس بیخودیه میکنی؟ بعدم چرا هرچی میشه پای سعیده رو میکشی وسط؟ تو چرا پات همیشه وسط زندگی من و سعیده است؟ اصلا میدونی چیه؟ تو لیاقت نداری سعیده دستیارت باشه. باید همون روز جون دستیارت باشه، ولت کنه یخ کنی قاب بشی. برو بابا، اصلا نمیشه با تو حرف زد. ولم کن. من که ولت کردم، تو بی خودی ازش دفاع میکنی. دختره زده کشتی به اون گندگی رو غرق کرده. آقا جان اصلا چه ربطی به روز داره؟ روز کشتی رو غرق نکرد، خورد به کوه یخ غرق شد. برو بابا، تو نسخه سانسور شده شو دیدی؟ کی حواس دیدبانو پرت کرد که کوه یخو نبینه؟ اصلا وقتی سوار کشتی شد یه کار خوب کرد این دختره سگ صفت. اون نامزد بدبختشو که پیچوند، کشتی رو که غرق کرد، جکو که عاشق خودش کرد، بعد یخ زدوند، دست چربشو که زد به شیشه تمیز ماشین. پیرم که شد باز آدم نشد. آخه گردن بنده به اون ارزشمندی رو میندازن تو دریا؟ میمردی میدادی به نفع نتیجهات بزنن به زخم زندگیشون؟ آقا چرا متوجه نمیشی؟ اون فیلم بود، خیلی از چیزاش الکیه. بفهم. من خرو بگو که دلم براش سوخته بود، میخواستم گردن بندیشو بدم به نواده هاش. حالا که اینطوره میدمش به سعیده. گردن بند کیو میخوای بدی به سعیده؟ همونی که عاشقشی، هی ازش دفاع میکنی. اگه به نگار نگفتم. آقای عزیز، آقای جیمز کامرون کارگردان سینما خواست یه قصه، یک فیلمی بسازه راجع به غرق شدن کشتی تایتانیک. بنابراین یه سری شخصیت خیالی، یه سری قصه خیالی به ماجرا اضافه کرد که جذابتر و بالتر بشه. پس نه جک، نه روز، نه گردنبند، هیچ کدوم وجود نداشتن. این چیه؟ گردنبند روز. گردنبند روز؟ بله. گردنبند روز مگه میشه؟ چقدر شبیهش درست کردن. آفرین، چقدر باحاله. اینو از کجا آوردی؟ تقلبی؟ آره. چند سال پیش با کشتیم رفتیم از تو لاشه تایتانیک درش آوردیم. برو بابا، سر کارمون نذار. بامزه است. این که منم. تو واقعا رفتی سر لاشه کشتی تایتانیک؟ نه، تو واقعا رفتی سر لاشه کشتی تایتانیک. تو واقعا رفتی گردنبند روز رو پیدا کردی؟ نه، تو واقعا رفتی گردنبند روز رو پیدا کردی. یعنی ماجرای جک و روز واقعیه؟ این چیه؟ این چیه؟ بقیه جک. پس ماجرای جک و روز واقعیه، اینا خیالی نبودن؟ حالا سبای شوخی، فکر میکنی ازش خوشش بیاد؟ کی از چی خوشش بیاد؟ سعیده از گردنبند روز. میخوای اینو بدی به سعیده؟ بله. باید خیلی گرون باشه. سعیده؟ گردنبندو میگم. چیزی که زیاده گردنبند گرون، اونی که کمه سعیده است. گمش نکنی. من میرم یه کمی اطرافو بکنم آروم شم. سعیده رو گم نکنم. گردنبندو میگم، گمش کنی گوشاتو میبارم، گردنبند درست میکنم باش.